مطالعه در تاریخ هیره و یمن نشان می‌دهد که ایرانیان در آن روزگاران عرب را به هیچ نمی‌گرفتند و هرگز از جانب آنها هیچ اندیشه‌ای نداشتند. هیره چنانکه از آثار و اخبار برمی‌آید، در اوایل قرن سوم بعد از میلاد پاره‌ای از طوایف عرب از فترتی که در پایان روزگار اشکانی پیش آمده بود استفاده کردند و به سرزمین‌های مجاور فرات فرود آمدند و بر قسمتی از عراق دست یافتند. از این تازیان برخی همچنان زندگی بدوی را دنبال کردند، اما عده دیگر به کار کشاورزی دست زدند. پس از آن رفته رفته روستاها و قلعه‌ها بنا کردند و شهرها برآوردند. مهمترین این شهرها هیره بود که در جایی نزدیک محل کنونی کوفه بر کرانه بیابان قرار داشت. این شهر چنانکه از نام آن پیداست قلعه‌ای و اردویی بوده است که اعراب در آن سکونت داشتند، اما اندک اندک به شهر تبدیل شده است. تاریخ بنای این شهر را در افسانه‌ها به بخت و نصر نسبت دادند و پیداست که در صحت این قول جای شک هست. اینقدر هست که هوای آزاد بیابان و آب جویبارهای فرات برای آبادی این سرزمین مساعد افتاده است. کثرت زرع و نخیل و وفور آب و کشت در این ناحیه میتوانسته است فرمانروایان صحرا را به تمدن دعوت نماید. عرب‌هایی که در این حدود سکونت می‌داشتند به سبب مجاورت با ایران از برکت فرهنگ و تمدن بهره یافته بودند. در نزدیک هیره کاخ‌هایی همچون کاخ